کاتب دولتی بریتانیای کبیر اوید به کارهای خارجی، اتحاد و رشد بریتانیای کبیر، لورد دیوید کامرون به تاجیکستان آمد. او با رئیس جمهور امامعلی رحمان و وزیر کارهای خارجه تاجیکستان سیراج الدین محردین واخورده مسائل همکاری دوجانبه را بررسی نمود. سپس دیوید کامرون برای شناسایی بیشتر با ظرفیت‌های انرژی سبز در تاجیکستان به نیروگاه برقی آبی نورک رفت. او را در این سفر معاون سروزیر کشور عثمان علی عثمانزاده و رئیس برق تاجیک محمد عمر اسحاق‌زاده همراهی کردند. مهمانان را در شهر نورک گرم و صمیمی و با رقص و سرود پیشواز گرفتند. ضمن شناسایی با نیروگاه برقی آبی نورک، مهمانان با اقتدار انرژتیکی تاجیکستان که قوای برق از جهت اکولوژی تازه استحصال می‌کند بهای بلند دادند. می شود که یک فوند سرمایه‌گذاری تشکیل نمود برای دستگیری تجارت‌های خرد. همچنین فوند جداگانه دیگر برای سرمایه‌گذاری سرسبزی اقلیم تأسیس داد. اینچنین خواهشمند آنیم که آموزگاران زبان انگلیسی را چه در تاجیکستان و چه در کشورهای آسیای مرکزی ترغیب نماییم. ما می‌خواهیم که لایحه‌های چون کسر هزار زیاد شوند و این می‌تواند برای انتقال نیروی برق از آسیای مرکزی به آسیای جنوبی کمک نماید. باید گفت که تاجیکستان و بریتانیا مناسبت‌های دیپلماتیک خود را از 15 ینوار سال 1992 برقرار کردند و این اولین سفر وزیر کارهای خارجه این کشور به تاجیکستان است. امامعلی سعیدزاد، ازیا پلوس.